مادران را پاس دارد، بهزی مادر شانه نیست. مادران را پاس دارد، بهزی مادر شانه نیست. بهر حل مشکل مانند او فرزانه نیست. از شرار زندگانی گر بسوزد جان و تن، همچو مادر گردی ما غمخواره و پروانه نیست. السلام علیکم عزیزان دل، مخلصان گروه اوریون، صبحتان بخیر و شادی باشد. امروز 8 مارس، عید زن بانوان، عید مادران مهربان است. از فرصت استفاده نموده از نام ایجادکاران گروه اوریون تمام مادران مهربان و بانوان عزیز را با امروزه عید تبریک و مبارکباد میگوییم. برایشان تمام خوشی های زندگی را آرزو میکنیم. زنان را گرز دانش زیوری هست، امیدی روزگاری بهتری هست. اگرچه از زنان پیغمبری نیست، همه پیغمبران را مادری هست. از مادری پرسیدند از همه بیشتر کدام فرزندت را دوست می‌داری؟ گفت تا کلان شدن خردش را، تا آمدن در سفر بوده‌اش را، تا شفا یافتن بیمارش را، تا مردنم همه اش را. ها عزیزان، تنها مادر میتواند چنین مهر و محبت را در قلب خود جای دهد. عیدتان مبارک باشد مادران عزیز، اپا و خواهران گرامی.